سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیز، سروران گرامی. در مورد این استراتژی که دوستان خیلی از بنده سوال میکنن، باید عرض کنم که این استراتژی هیچ جایی تا الان کشف نشده و یا اگر کشف شده کسی صداش در نیومده و داره باهاش ترید میزنه. خب دوستان خیلی سوال میکنن که شما از کی اینو یاد گرفتین؟ نمیدونم این سوال ها چه معنی میده. به نظر من که اینها میخوان برن نمونهش رو توی اینترنت پیدا کنن. باید عرض کنم که دوستان من بعد از 7 سال ترید و بعد از 6 سال ضرر به این استراتژی رسیدم. خب این استراتژی هیچ جایی من نمونهش رو ندیدم. من انواع پکیج ها رو خریدم، انواع ضررها رو کردم و چه میدونم انواع روش های معاملاتی رو رفتم و باور کنید که خدا شاهده به هیچ وجه من این رو جایی پیدا نکردم و سازندش فعلا خودم هستم و حتی کسی نمیدونه که این استراتژی رو چطوری به کار ببره. الان من اگر این استراتژی رو به شما آموزش بدم مطمئن باشید که واقعا یک بچه‌ای که سواد خواندن و نوشتن داشته باشه و بتونه یک معامله رو باز بکنه، اگر یک بار این استراتژی رو بهش یاد بدم واقعا میتونه که به سوددهی برسه. بنابراین نگران این نباشید که شما آیا میتونید این کار رو بکنید یا نمیتونید. من در عرض یک سال، اون هم با $100 چون شروع کردم، چون پولی نداشتم، میگم 6 سال من ضرر کردم. $300,000 رفت. ببینید $300,000 خیلی مبلغ بالایی هست. من $300,000 صفر شد دوستان. یعنی نه یک بار، نه دو بار، نه سه بار، 6 سال کارم این بود. فقط داشتم دنبال پکیج های رایگان میگشتم، دنبال انواع استراتژی ها میگشتم، در صورتی که یک بار نشد مثلا اون موقع من چارت رو ببینم و اشکالاتم رو برطرف بکنم. خب روزی رسید که من یک ریال نداشتم که ترید باش بزنم و فقط مجبور بودم توی دمو کار بکنم. خب میدونید که محیط دمو همون محیط ریل هست، ولی خب استرسی که در محیط ریل هست رو توی دمو نداری. ولی خب میگم من این استراتژی رو با انواع روش ها و انواع چیزهایی که یاد گرفته بودم تونستم خودم یک روشی رو کشف کنم و بسیار بسیار دوستان ساده هست. این رو در عرض شاید بگم 10 دقیقه اگر یاد بگیرین شما دیگه استاد میشین. این هم که من دارم این رو اومدم و 85% دارم به شما دارم خدایی کمک میکنم. من این استراتژی رو به $1,000 به زور داشتم به دیگران آموزش میدادم. من همون روزی که $1,000 رو از اون اشخاص میگرفتم همون روز $1,000 رو در می آوردن. یعنی ببینید من فول مارجین میتونم وارد این بازار بشم. یعنی اونقدری که به این استراتژی ایمان دارم میتونم فول مارجین وارد این بازار بشم. ولی خب اینها احمقانه است. ببخشید که بعضیا میگن زیاد من الان با حدود $300,000 دارم کار میکنم، اون $300,000 من نمیتونم فول مارجین وارد بشم. برای همین خودم رو یه جوری، حالا من میدونم بروکرها بعضی وقتا دارن شیطنت میکنن، ولی خب استراتژی که من دارم به هیچ وجه ضررده نبوده. من استیتمنت حدود شاید 6 ماه، یک ساله رو برای شما بیارم، یک روزم من ضرر نکردم. خب این رو به جد میگم که یک روز هم نشده که من ضرر بکنم. توی این یک سالی که من دارم ترید میزنم، 6 سالش که گفتم با انواع استراتژی دیگران ترید زدم و همیشه بازنده بازار بودم. ولی خب الان یک سال من استیتمنتم رو اگر برای شما بیارم از $100 رسیدم به حدود $300,000. خب دوستان این رقم خیلی زیادیه. من چندین اکانت دارم. الان این یکی از اکانت هام هست که برای شما میذارم توی بروکرهای مختلفی. من چون دارم این استراتژی رو کار میکنم، خب برای اینکه بدونم که این بروکرها آیا با استراتژی من کار میکنن یا نه، خب من مبالغی رو توی بروکرهای دیگه هم ریختم. خب این فقط بروکر لایت فایننس من هست که دارم اونجا کار میکنم. حالا دنبال بروکرهای ای بوک هستم دیگه، بروکرهای بی بوک و ترکیب ای بوک و بی بوک دیگه به درد من نمیخوره. خب داشتم اینو عرض میکردم که دوستان من نمیخواستم اینها روش رو آموزش بدم، ولی خب من داشتم روزهای قبل خودم رو میدیدم چقدر گرفتار بودم. اگر یکی بود که این استراتژی رو حتی $1,000 به من میداد، اون موقع شاید 6 سال پیش $1,000 خیلی زیاد بود، ولی خب من $300,000 ضرر کردم. اگر من این استراتژی رو داشتم هیچ وقت اون ضررها رو متحمل نمیشدم. بنابراین این هم که دوستان خیلی سوال میکنن و خیلی بعضی از دوستان حتی میان رایگان از من این استراتژی رو میخوان. من نمیتونم دوستان این رو رایگان به کسی بدم و دیگه از $1,000 که من از انواع اشخاصی که میشناسم $1,000 گرفتم، دیگه شما دارم به کسانی که الان من حدود 40 الی 50 نفر به من پیام دادن که تو رو خدا این استراتژی رو یه مقداری ارزان‌تر بدید. خب من دیگه از این ارزان‌تر نمیتونستم به شما بدم، چون وقتی بهایی رو نپردازی به هیچ وجه دنبال اون استراتژی و اون چیزی که براش پول نمیپردازی دنبالش نمیری و براش ارزش قائل نیستی. ولی خب وقتی بهاشو میپردازی یه مقداری روش بیشتر کار میکنی و دیگه من اینو بهتون بگم که از این مبلغ راهی نداره که من پایین‌تر بیام و من حدود شاید 95 نفر من این استراتژی رو بهشون $1,000 دادم دوستان. اشخاصی بودن از خارج از کشور که خیلی بودن، ولی خب من خودم الان توی ترکیه هستم و نیازی هم به این $100 شما ندارم. ولی خب داشتم ترید می‌زدم که دوستان همیشه پیشنهاد میدادن که توی ایران مشکل داریم، مشکلات زیاده و از این حرفا. خب منم داشتم خودم کارم رو انجام میدادم و خواستم یه کمکی هم به دیگران بکنم. حالا کسانی که خواستن ما در خدمتشونیم، دنبال زیاد ممبر و ادمین و نمیدونم این چیزها هم نیستم و اگر من پکیج فروش بودم خب خیلی کانالم خیلی بالاتر از این بود. خب من دوست ندارم زیاد کانالم بالا بره و به همین افرادی که این
استراتژی رو میخوان تهیه بکنن. من پکیجی هم ندارم دوستان بگم چند جلسه هست. یک جلسه من براتون حدود 40-50 دقیقه استراتژی رو بارها و بارها روی تمامی ارزهایی که میشناسم تست میکنم براتون، توی یک ویدیو آماده کردم براتون، اون رو بهتون میدم. در عرض یک ساعت شما میتونید وارد دیگه اون محیط حتی لایو هم بشید. ولی خب من میگم 4-5 روز باهاش کار بکنید توی محیط دمو. اگر اشکالی داشتید من خودم بهتون میگم، پشتیبانتون هستم و بیشتر از این تعداد هم من نمیتونم کسی رو ساپورت بکنم. خب من یک نفر هستم، نه ادمینی دارم نه ممبر زیادی دارم و خواستم کمکی کرده باشم و اگر کسی مشکلی داشت خودم بتونم جواب بدم. خب اینها توضیحاتی بود درباره این استراتژی که خیلی میام میپرسن. من دارم اغلب اوقات ترید میزنم که گوشیم دوباره گوشیم چند باره مثلا میاد پیام میاد آقا این چطوری، آقا این چطوری، آقا اون استراتژی کجا هست که از چه روشی استفاده کنیم. اینقدر سوال میپرسید من بعضی رو هنوز جواب ندادم. ولی خب مطمئن باشید، صبور باشید. من یک نفر هستم و ترید هم میزنم، تحلیل میکنم. زیاد شاید نهایت یکی دو روز من دیرتر جواب دادم، زیاد جای دوری نمیره. پس این استراتژی اونقدر زیبا و قدرتمند هست که شما ارزشش رو داره که یک روز صبر بکنید که جوابتون رو بدم. خب ممنون و متشکرم. من بعد از این 50 نفری که دیگه آخرین حد هست 50 نفر رو آموزش دادم، دیگه به هیچ وجه حاضر نیستم این استراتژی رو به کسی آموزش بدم، چون واقعا دارم سردرد میگیرم از این همه پیام و این همه التماس. دیگه دنبال حتی این شاید این کانال رو هم حذف بکنم، نمیدونم حالا موندم که حذف بکنم یا نکنم، حالا دلم هم نمیاد. ولی خب بعد از این 50 نفر فکر نکنم به کسی آموزش بدم. موفق و سربلند باشید، پرسود باشید. خدا نگهدار.